کدوم وسیله خطرناکتره؟ صندلی خطرناکتره یا مداد؟ از صندلی بعضیا میافتن، شنیدم از تخت و صندلی اینا میافتن، سکته مکته میکنن، نمیدونم چرا. ولی خب مداد خب چیزه، میتونه مثل یه سلاح عمل کنه. نکنید البته، ولی خب من میگم مداد. صندلی 250 مرگ در سال، چیکار میکنید رو صندلی؟ از این کار نکنید آقا، نکنید، زشت. تلویزیون در مقابل پنکه‌های سقفی، جفتشون هم میافتن دیگه، پنکه میچرخه تلویزیونم میافته. من اتفاقا یه بار تلویزیون بچه بودم داشت رو میافتاد، داداشم نجاتم داد، اگه نجات نمیداد مرده بودم. جالبه. پس تلویزیون دیگه، چون خودم تجربه دارم. 100 مرگ در سال، درست گفتم؟ بله. پنکه 2 تا 5 مرگ در سال. پله در مقابل چاقوی آشپزخانه. خب با چاقوی آشپزخانه خیلی کارا میشه کرد که اصلا نمیخوام بهش فکر کنم. چاقو. پله 12000 مرگ در سال فقط در آمریکا. پله خب مثل آدم آروم برید پایین آقا، چیکار میکنید رو پله؟ کفش پاشنه بلند در مقابل دمپایی، اصلا چرا باید اینا باعث مرگ بشن؟ کفش پاشنه بلند